می‌دونی صبحان چیه داستان؟ خیلی چیه وقته داداش؟ که از خوندن مثلا اخبار توی گوشی خسته شدم. مثلا هی باید بری تو کانال فوتبال، اخبار فوتبال رو بخونی، بری توی کانال نمیدونم من حالا مثلا چی بهت بگم سیاسی. آجی، من تلویزیونم دیگه نگاه نمیکنم. یعنی کاش مثلا یه سیستمی بود میومد مثلا همه اینا رو برام مثلا توی یه چیزی، خلاصه میگم آره یه خلاصه‌ای میگفت. اون رو شاید نگاه میکردم. آره یه وقتی براش میذاشتم. بعد پاش جای من پاش میرم پاش جای من نشستی باشه. بدم عینکم بدم برو مسخره بازیه مگه این همه زحمت کشیدیم چیکار دارم میکنه؟ چه میدونم آجی شام خوردی؟ آره چطور بود؟ بد نبود، خوب بود. نمیدونم والا، هرچی که میشه میگم نمیدونم والا، چون همین جوریش نمیدونم برای چی، اما با سینا ارفان خوبه همه چی. نمیدونم بابا، نمیدونم والا. خب حاجی چقدر وضعیت خرابه. چقدر خرابه؟ مگه تو اینجا زندگی نمی‌کنی؟ نه کجایی؟ نمیدونم والا. حاجی این فیلم رو دیدی؟ کدوم ابسیشن. فیلمه؟ خب آره. ابسیشن 2027 2026 چطور بود نظر راجبش؟ حاجی تاکسیک ترین فیلمی بود که دیدم. من از یه سری راجبش داشتم میپرسیدم، بعد همین گفتن خنده داره، مسخره است، چرا؟ جالب نیست. نمیدونم، ترسناک بود به نظر تو؟ داداش به نظر من واقعا جوری بود که حالا نمیخوام برم تو رابطه. خیلی خیلی دارک. من درگیر کرد. خیلی دارک. بعد فکت های زیادی داره ها. مثلا یکیشو بگم، کارگردانش یوتیوبر بوده. یه یوتیوبری مثل یه چیزی شنیده بودم راجبش. آره، مثلا- بودجهش ببین چقدر بود؟ $750. نه $750,000. $750,000. بعد حدود 450 میلیون بودجه زد با همون $750,000. ایول باریکلا، واقعا فوق العاده است. خیلی خفن بود. والا من داشتم راجع به تکنولوژی میخوندم این چند وقتی، بعد یه چیز خیلی عجیب دیدم. چی؟ کمپانی متا یه کار خیلی عجیب کرد. آها. کلاً متا سیستمش اینجوریه که از اطلاعات کاربراش استفاده میکنه، از عکسایی که میذاری، ویدیوها، کپشن‌ها، حتی رفتار کاربرا که کامنت میذارن، برای اینکه به هوش مصنوعیش یاد بده، ترینشون کنه. چه خفن. حالا یه اتفاق خیلی عجیب‌تر افتاده. یه هوش مصنوعی جدیدی ران کرده روی اینستاگرام و اینجوریه که تو میتونی توی اون هوش مصنوعی آیدی یه نفر رو وارد کنی و یه پرامپتی بنویسی، بر اساس عکسایی که اون کاربر ساخته یه عکس جدید بسازه. و کل کاربرای اینستاگرام، همه اونایی که این قابلیت رو دیده بودن، پشماشون ریخ اول از همه. بعدم این که انقدر اعتراض کردن که فعلا ورش داشته و تو گفته خودت که بیشتر با کدومشون حال میکنی؟ با کدوم از این اپ‌های هوش مصنوعی؟ من چت جی پی تی رو از همه بیشتر دوست دارم. چت جی پی تی. من جمینای رو خیلی دوست دارم. این چرا؟ جمعنای خنگه به نظر من. تو چرا من- دوست داری؟ چون همه چی میتونم راجع به صحبت کنم، راجع به نمیدونم یه جا گیر میکنم، ماشین خرابه مثلا راجع به صحبت میکنم، یه جا مثلا با یکی دعوا کردم درد دل میکنم، میگه حق با تو عرفان. چون همیشه حق با من بوده. اوکی. یه قابلیت جدید جمینای هستش که خیلی باحاله، اینکه همه چتایی که باهاش داری تو حافظش میمونه تا حدی. آره. بعد میتونی یه پرامپتی بهش بدی و راجع به شخصیتت صحبت میکنه. جدی؟ شخصیتت رو تحلیل میکنه جدی؟ و بعد میگه که چه جور آدمی هستی. چجور؟ اینو حتما برام بفرست. آره حتما این کارو میکنم استاد. اصلا تو چرا اینجایی؟ من نه کلا مثلا چرا یهو پا شدی اومدی اینجا؟ نمیدونم مثلا شاید من والا. واسه تنها بگیرم. تو چرا اصلا اومدی؟ دیگه من مثلا سر رفته بود. نمیدونم والا. نمیدونم والا. ما هم خبر زیاد داریم ها. البته از اون چیزی که بیشتر علاقه دارم میخوام بگم. بگو. GTA. اوه باریکلا. آخ GTA وی آی داره میاد حدود اگه اشتباه نکنم 29 نوامبر خب امسال قرار منتشر بشه. الان پیش خرید شروع شده. تو پاییز میشه دیگه. آره خب میشه حدود مثلا آخره آبان. بعد اینطوریه که دو تا نسخه داده. یه دونه نسخه نرمال داده با بودجه $80. یه دونه با آلتیمیت، نسخه آلتیمیت به قیمت $100. بعد من گفتم خب چرا یزید من؟ اینطوریه که مثل اینکه توی اون آلتیمیت قابلیت بیشتری داره. حالا اونقدرم که من شنیدم نه، یعنی $20 نمیارزه. مثلا 2-3 تا آیتم ماشین، موتور اینا اضافه شده. بعد مثلا یه 2-3 تا مرحله دیگه اضافه شده. حالا
بازی نکردیم که بریم. خب اگه شاید اینجوریه پس به نظرم قیمت گذاری کل بازی قراره عوض شه دیگه با این وضعیت. همون چون رو همه تاثیر میذاره. چون واقعا بقیه جنبهشو ندارن، شرکت‌های دیگه سری میکشن بالا. بعد یه داستان دیگه ای که هست اینه که دیسک نداره. یعنی بازی میخواد منتشر بشه ولی دیسک نداره. میگن ممکنه سال بعدش مثلا یعنی هیچ نسخه فیزیکی قرار نیست هیچ نسخه فیزیکی شاید مثلا اون جعبهشو بدن ولی توشو باز کنی فقط مثل این شارژای قدیم بود کد داشت، همونو کدشو بزنی و دانلود کنی. عجب. این داستانا داره. ولی خودم به شخصه منتظرشم مثل سگ. کنسولش هم ندارم. ایول. یعنی تو من خودم هم البته خیلی دوست دارم یعنی فکر کنم کنم همه منتظریم که بیاد. چند سال شده از نسخه وی گذشته؟ 13-14 سال شد. خیلیه واقعا. آخه بدبختیش میدونید چیه؟ از آدم عذاب میدن. مثلا اینطوری بود که از 2 سال پیش تریلر اولش منتشر شد، بعد همه گفتن واو فلان، مثلا 2 ماه دیگه، بعد میگفت آره فلان تاریخ میخوایم منتشر کنیم. فلان تاریخ که میرسید میگفت تأخیر دادیم رفت برای مثلا سال دیگه، تا اینکه رسیدیم به الان هنوز 6 ماه مونده. ولی دیگه جی تی ای دیگه داداش. یه خوبی ولی داره ها این قضیه. مثل بازی سایبرپانک نمیشه دیگه که بازیو منتشر کردن تأخیر ندادن، بعدش یه عالمه مجبور شدن دی ال سی مختلف بدن که بازی تکمیل بشه. آره. من می‌خواستم راجع به ای آی صحبت کنم راستی. اینکه یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. یه ای آی اومده بدون اینکه کاربری بهش دستور بده یه حمله واژه افزاری رو طراحی کرده و اجرا کرده. و همه موندن که چه اتفاقی داره میفته، چون قدیم ای آی ها همه نیاز به دستور داشتن، باید یه چیزی بهشون میگفتی یه کاری برات انجام میدادن. اما الان به یه نقطه رسیدن که دارن تصمیم گیری میکنن و این خیلی آینده رو میتونه ترسناک کنه. ترمیناتور خیلی عجیبه. یعنی یه روزی که اونا بیان به ما دستور بدن پاشو عرفان پاشو اجاد برو اونوردیه. دقیقاً. امیدوارم که تو آینده به شغل و این چیزا رسید. البته تا الان زده. آره دیگه. الان خیلی از کارا رو کارمندا رو بیکار کرده. درست. خیلی از کارشون اومدن بیرون، مثلا می‌خواستن چه میدونم مثلا عکس بگیرن، کاور درست کنن. خیلی آرتیستا بیشتر تو این حوزه آسیب دیدن با اونایی که تو تخصص کامپیوتر و البته خب جای خلاقیت انسان هم نمیگیره دیگه. اینم باید در نظر داشته باشی که خلاقیت انسان یه چیزیه که فعلا ای آی نمیتونه بهش برسه. اجازه بده بگم نمیدونم والا، چون من تا جایی که خبر دارم الان هوش مصنوعی داره یه موزیکایی رو میده بیرون که دیگه آرتیستای واقعی نمیتونن بدن. آرتیستی هم نمونده. آره البته من دلم یه ذره پرسیدم، یعنی موسیقیات اصلا عوض شده. منم مثلا الان 60 سالم نیست بگم که آره من فلان چیزو گوش میدم فلان چیزو گوش میدم. نه خدا رو شکر همه چی رو گوش میدم. یه زمانی خیلی قدیمی گوش میدادم، الان هنر عوض شده داستانش. حالا نمیدونم با من هم عقیده آره قبول دارم خیلی رفته سمت دیگه مارکتی شدن و اینجور چیزا. سازو من دیگه نمیبینم به چشم، همه چی کامپیوتر. آره و ای آی میتونه خیلی اینو 100% تو همین الان کلی آهنگ ترند داده خیلی خفنه. یه ذره ناراحت کننده است البته. نمیدونم راجع به جام جهانی چی داری بگی بهمون؟ جام جهانی که اتفاق خیلی زیادی گذشته. الان تقریبا 1 ماه شده که بازی شروع شده. آره. و حاشیه فراوون از سمترینش و آخریش که بخوام بگم اشاره کنم بازی آمریکا و بوسنیه. تو آمریکا عقب میفته، بعد داور میاد به یکی از بازیکنای آمریکا کارت میده، کارت قرمز اخراج میشه. بعد سر این داستانا یه تماسکاری میشه از طرف کی به کی بگم کی؟ آخه یه چیزی تو خوابم نمیتونی همچین چیزی رو ببینی. ترامپ زنگ زده به اینفانتینو رئیس فیفا که مثلا اون کارتو ببخش. داداش اوکی ببخشیده؟ آره ایول. فکر کنم تا جایی که خبر دارم رئیس جمهور یک کشور باید زنگ بزنه به رئیس فوتبال فیفا بگه که آقا این کارت این فلانی رو ببخش. کارت دقیقاً همون تیم خودمون کشوری که رئیس جمهورش. خب رئیس جمهور نمیتونن داور باشن؟ اون دیوونه که ما میشناسیم همه چی میتونه باشه. میتونه، هیچ مشکلی نداره. 100%. یه داستان خیلی عجیبی که بود سر قیمت بلیطایی بودش که فیفا گذاشته بود. بلیطا واقعا گرون بود و خیلی از بازی‌ها نتونست بلیط بفروشه اونجوری که باید، ولی خودشون گفتن سولدات شد. زر میزنه. سیاست این جام جهانی کلا خیلی سیاسیه. خیلی عجیبه. یعنی
دستای پشت پرده بیشتر از دستای روی پرده. ایول. منم یه خبر کوچیک دارم، اینو بگم خیلی جالبه. بگو، منم بعدش میخوام راجع به این فوتبال ادامهش یه چیزی بگم. آره حتما. اسپارتی یه بازیکنیه که بازیکن قناص در واقع و برای آرسنال بازی میکرد. تو انگلیس بود و محکوم میشه به یه حکم خیلی عجیب. چی؟ 7 تجاوز. آره و اونجا واقعیه؟ محکوم شده. آره واقعیه، کاملا محکوم شده. و یه اتفاق خیلی عجیب که افتاده، کانادا بهش ویزا نداده و وکیلش همش در تماسه که بتونه براش ویزا بگیره که بتونه بره بازی کنه و توی بازی اول قنام نتونست حضور پیدا کنه. عجب. اصلا خیلی اتفاق عجیبی داره میفته. میگم این حاشیه این فوتبال جام جهانی انقدر زیاده تا 10 ساعت هم بگیریم راجع به صحبت کنیم باز آره تموم تمومی نمیشه. نداره. یکی از دارک تریناش هم همین کادر تیم ملی همین ایران که نصفشون ویزا ندادن، اصلا نصفشون آره. ویزا نگرفتن. اصلا خیلی عجیبه. 4 دست و پا 4 تا بازیکن اومدن و خلاص خودشون رسوندن. سر همین داستان بازی آمریکا خواستم بهت بگم بازی بعدی بلژیک با آمریکا بوده. خب بلژیک اومده 4-1 آمریکا رو زده. آره. و بعدش چیکار کرده بهت بگم، خنده داره. با اون رقص معروف ترامپ YMCA اون آهنگ اینجوری تو رختکن داشتن اونجوری میرقصیدن. نه بابا ای وای. ترامپ خیلی عصبانی شده فکر کنم. خیلی احتمالاً بلژیک کلاً حذف شه. شاید من الان خبر ندارم، نمیدونم، شاید نمیدونم. حتما یادت باشه که راجع بهش تحقیق بکنیم ببینیم چه خبره. حالا میونه این حرف داشتی راجع به چت جی پی تی صحبت می‌کردی هوش مصنوعی، یه چیزی اضافه کنم که چت جی پی تی ورژن جدید 5 و 6 اشتباه نکنم آره منتشر کرده، بعد مثل اینکه قوقا کرده، یعنی تو هوش مصنوعی دیگه رقیب نمی‌تونه. همون اولش هم واقعا خفن بود. آره خیلی. یه جاهایی وسطاش شل شد، رقیباش بیشتر اومدن بالا، آپشن‌های بیشتری ارائه کردن. مثلا کلادی اومد تو برنامه‌نویسی قوقا کرد، یعنی از اونایی که این کارم بپرسی بهتون میگم. ولی مثل اینکه این نسخه 5 و 6 دیگه ترکونده. حالا تو فکر کنم بیشتر راجبش. من حقیقتا دیدم ولی هنوز باش کار نکردم، ولی به نظرم خیلی اتفاق جالبیه، خیلی میتونه خفن باشه. حتی یادت مثلا کی بود اولین بار هوش مصنوعی؟ 4 سال پیش. 4 سال پیش فکر کنم. دقیقاً 4 سال بعد آره. کرونا کووید. یه چیز خیلی باحالی که هست، ویدیوهای که با هوش مصنوعی میساختن رو گذاشته بودن کنار هم دیگه و این سیر تکامل ساخت ویدیو و کلا پیشرفت هوش مصنوعی اونقدر زیاد بوده تو این 4 سال که اصلا آدم میمونه و به نظرم مثلا تا 1 سال دیگه یه سری اتفاقات خیلی عجیبی قرار بشنویم با این سیر پیشرفتی که داره. و بزرگترین مشکلی هم که داشت این بودش که قیمت همه محصولات کامپیوتری رفته بالا، از اپل تا شرکت‌های دیگه. من خودم این زخم خوردم، بدم خوردم. یعنی من چرا پولا رو جمع کردم. من یه کامپیوتر اپل داشتم، این کامپیوتری که وصل میشه به تلویزیون مثل مکبوکه ولی مانیتور نداره، مانیتور دیگه. من داشتم، بعدها تصمیم گرفتم که آقا اینو بفروشم باشه یه دونه کامپیوتر سیستم ویندوزی جمع کنم. هیچ. اون موقعی که من اونو فروختم یه قیمت بود، حتی هر روز که پا میشدم قیمتا رو چک میکردم عجیب غریب عوض میشد. آره. یعنی به جایی رسید که مثلا رم و من برنامه‌ریزی کرده بودم یه رم بگیرم مثلا به قیمت 20 تومن، بعد همون رم فردا شد 25 تومن. اصلا خیلی عجیب. خیلی یعنی عجیب. کلا تو دنیا اینجوری شده. آره نه یه از گوشی تغییر قیمت وحشتناک توی دنیاه. آره کامپیوتر، گوشی، همه این گجت ها به خاطر رم و SSD و کلا این چیزا افزایش عجیب. آره. هوش مصنوعی هر چقدر خوبی داشته باشه این بدی هم داره. حالا که توی تکنولوژی یه خبر خیلی جالب میخوام بگم راجع به تسلا یه چند وقتی بودش که داشت تاکسی‌های خودران خودش رو روبوتاکسی به اصطلاح راه انداخته بود توی آمریکا و اینا و توی این تایمی که اینو راه انداخته بود یه مهندس ناظر یا یه راننده همیشه توی این تاکسی‌ها بودن. ولی الان تو میامی یه عالمه تسلا مدل وای اومده، تاکسیان و هیچ راننده‌ای ندارن. و خیلی باحاله، اما یه سری مشکلات داره که هنوز هیچ کس نمیدونه. خیلی آدمایی که تو دولتن دارن این سیستمو نظارت میکنن ببینن مشکلش چیه. اولش اینه که تو میامی همه جاهای میامی هم نه، ولی خب چون همیشه اصولا تکنولوژی رو میرن سمت دبی و این چیزا تسلا. آره نه فعلا اونجا این اتفاق افتاده و یه سناریو وجود داره، اونم اینه که اگه یه مأمور پلیس جلوی این ماشین تسلا رو بگیره چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ هیچ کس نمیدونه. اگه یکی رو بزنه. آره
اون داستان حقوقی چجوری قراره باشه و هیچ کس نمیدونه کی قراره مقصر باشه. اونی که تاکسی رو گرفته، مالک اون ماشین، خود کمپانی تسلا، کل اون شهر رو ولی اجرا کردن دیگه این کل شهر نه، یه بخشایش به صورت آزمایشی، ولی خب خیلی بستن رو سیستم خودرونشون دیگه. بعد میدونی که این همون شهری که قرار جی تی ای توش باشه. آره من عاشقشم، من میمیرم برای میامی. قرار تجربه جالبی داشته باشه. امیدوارم که یه روزی این ویدیو رو همونجا ضبط کنیم. آره واقعا. قبول داری؟ دانشمندای آلمانی اومدن یه کار خیلی جالب کردن. اونم اینه که میتونن با وای فای تشخیص بدن که چه آدمایی توی یه خونه هستن، توی یه لوکیشنی هستن و با استفاده از امواجی که از بدن اون آدما داره ساطع میشه میتونن هویتشون رو تا 98% تشخیص بدن. و اینم خیلی اتفاق عجیبیه. عجب چیز خفنیه. آره. مثلا میگم تو فکر کن 15 سال پیش ما سر کله میزدیم با مثلا بریم تو کوچه خیابون دنبال نمیدونم توپ بگردیم که مثلا اینو ببریم دولایش کنیم. همه این چیزا الان بچه‌های الان توی این ای آی و اصلا خیلی همه چی عوض شده. میدونی یعنی حالا من مثلا آخرای 70م ده 78 یه مرزی هم بین 70 و 80 واقعا نه این طرفا مستقلا میفهمن نه این وریا. یعنی باید یکی بیاد از من بپرسه ببینه چه خبره این دنیا میری الان مثلا 70 مثلا همسن و سال ما قشنگ انگار اولد اسکولیم دیگه. آره یعنی دیگه الان دورمون انگار گذشته، رفتیم توی نسلی که دیگه اولد اسکول شدیم. یعنی مثلا بچهای 20 ساله 18 ساله میان سمتمون میگن مثلا پیرمرد چطوری فلان. چون ما رفیق زیاد داریم، شوخی زیاد میکنیم با حالا اونا ما رو صدا میکنن پیرمرد و فلان اینا. یه خبر خیلی عجیب و خوشحال کننده مثلا برای من خیلی دوست دارم و از این ناراحتم که کلا آدما رو مریض ببینم، مریض جسمی حالا روحی. جسمی بدتر. چرا؟ چون روحی رو میشه کنترلش کرد تا یه حدی. حالا دیگه استثناء قائل نمیشیم به جز اون یه سری تعداد. ولی یه واکسنی اومده، واکسن سرطان. حالا نمیدونم عمومی شده یا نه. mRNA اگه اشتباه نکنم واکسنه. بعد یه سیستم ایمنی پنهانی رو فعال میکنه خب که تا الان اصلا همچین چیزی توی سرطان تکنولوژیش نبوده. واقعا یه انقلابیه توی درمان سرطان. سرطان رو درمان میکنه یا جلوگیری میکنه؟ درمان میکنه و واقعا خبر خوشحال کننده بعد این همه سال و امیدوارم واکسن‌های دیگه بیاد برای اون بیماری‌های عجیبی که توی دنیا هست. آره واقعا. HIV ایدز. این داستان خیلی زیاده. هیچ درمان قطعی واسه هیچ کدومشون نیستش. آره. بریم توی فیلم. من خیلی اخبار عجیب زیاد دارم مثلا برای خودمون، شاید شما حال کنید با این قضیه. شرک 5 بالاخره داره میاد. خیلی انتقاد شد بهش. خیلی انتقاد شد. قراره با AI بسازنش؟ مثل اینکه با AI کار شده روش، چون سری قبلی که گربه چکمه پوشو درست کرده بودن میگفتن که انیمیشنشو با کمک هوش مصنوعی درست کردن که فکر کنم برای شرک 5 بیشتر باشه این آره مطمئنم. خب طبیعتا پیشرفت کرده و اینا. و یه چیزی که ناراحت کننده بود این بود که تریلر اولش اگه اشتباه نکنم پارسال منتشر شد. درسته. پارسال منتشر شد. بعد همه اینجوری بودن که ذوقشون زده شد. چرا؟ چون اصلا انیمیشنش کلا فرق میکرد. یعنی میمیک صورت‌ها اصلا متفاوت بود. یعنی چشما، کاراکتر شرک، خره همه گرده. مثلا از اون حالت کلاسیکش و خفن اون میمی که ما از قبل مثلا میساختیم باش در اومده بود. تا اینکه این چند وقت پیش تریلر دومش منتشر شد تا یه حدی بهتر شده ولی باز به دل من نشست. حالا اگه با AI بوده بازم میرسیم به حرف من که گفتم جلوی خلاقیت انسان رو گرفته دیگه. جای خلاقیت انسان رو نمیگیره در واقع. یه چیزی یه داستانی هست شاید تو هم با من هم عقیده باشی. توی همه صنفا دیگه مثل قدیم دل به کار نمیدن. آره مثل فیلم ساختن میدونی یه حالتی شده که نمادیه. از یه جایی به بعد دیگه نمادیه. قبلا با عشق و علاقه شروع می‌کردن این چیزا رو ساختن. آهنگ مایکل جکسون، فردی مرکوری. آره اینا توش شرایطی تو روستا میرفتن توی کلبه 10 نفری دوره هم شروع می‌کردن با یه میکروفون. الان مثلا من و تو داریم صحبت می‌کنیم شروع می‌کردن 10 نفره با هم صحبت کردن و اون موزیکای حماسی و خفن رو خلق می‌کردن. ولی الان نه، دایی اینجوری لم داده رو تخت چیکار کنم؟ میندازه رو اتاق
موزیک جدید ترند برو رو اینستا ویدیو میتر کنه. آدما ساده شدن میدونی دیگه، سختی گذشته رو آره دیگه دنبال پیچیدگی نیستن، خیلی نمیخوان. دنیا پیچیده شده ولی آدما دنبال سادگی هستن، ساده شدن. سر همین من میگم هیچی اون کیفیت گذشته رو نداره. یعنی حتی الان برید جنسا رو هم نگاه کنید، ژاپن اون موقع نیست. آره چین، همه چی، حتی این دوربین. آیفون 18 سر و صدا زیاد داره قبل اینکه بیاد. همیشه آیفون ها قبل اینکه اصلا کنفرانس شروع بشه باید و شایداش و اینا همه میاد تو چشم و اینا چی میخواد بشه و غالبا هم درسته ها. من یه سری خبرها، یه سری عکس‌ها دیدم که میگن آیفون جدید قراره که تاشو باشه. تاشو هم قراره بده انگار. آره من خودم فن تاشو نیستم، گوشی تاشو به نظرم میتونه تجربه جالبیه. ولی نمیشه استفاده روزمره نمیشه خیلی ازش داشت. حالا تفاوتش نسبت به سال گذشته چیه؟ میخواد اپل این کارو بکنه که گوشی‌های نرمال رو توی این کنفرانسی که قرار بده، فکر کنم شهریور میکنه آخر تابستون، گوشی‌های نرمال نمیخواد معرفی بکنه. بعد اینطوریه که فقط میخواد پرو رو بده بیرون. قیافتاً هم همون 17 پرو دیگه نرمال معرفی نمیشه، فعلا نمیشه، شاید بعدها توی کنفرانس دیگه مثلا همون کارهایی که با لپتاپاش اینا میکنه جدا معرفی میکنه، اونم شاید معرفی کنه. ما که نمیدونیم، تا جایی که میدونم آیفون 18 میخواد پروهاش فعلا بیاد بیرون و خبر دردناک دیگه‌ای که داره اینه که قرار افزایش قیمت داشته باشه. $200 کفش قرار بره بالا. یعنی کفش، یعنی اگه آیفون پرو از $1000 شروع بشه میشه $1200. همون $200 رو بخوای با دلار الان مقایسه کنی دیگه واسه ما یه ذره سخته دیگه تجربه تکنولوژی جدید. آره خیلی ما نمیتونیم بروز باشیم. نمیدونم والا نمیدونم. میدونی به عنوان جوون ایرانی دوست دارم همه چی رو تجربه کنم مثل جوونای دیگه. ما مگه چی ممکنه؟ این همه آدمای خفن، بچهای خفنی که دارن میان اینجا، کلی استعداد، کلی فعالیت، انرژی خوب. واقعا ما ایرانی‌ها، حالا نمیخوام من که خودم تعریف نمی‌کنم، دارم میگم کل ایرانی‌ها واقعا یه فرهنگ عجیب غریبی. یعنی اگه بریم تو دنیا سر و صدا می‌کنیم. آره 100%. واقعا هوش ایرانی‌ها خیلی عجیب بوده. از همیشه گذشته همینطوری بوده، تو تاریخ ثابت شده ایم، توی تکنولوژی ثابت شده ایم. روی فیلم من دوباره پرانتز باز کنم، انقدر که ذوق دارم بابت انیمیشن اونا، به سن و سالم به قیافم نمیخوره، ولی اصلی اخوندان داره میاد جدیدش. اصلی اخوندان داره میاد، من همیشه قرار بودم اصلی اخوندان داره میاد و امیدوارم که اون گندی که تو سری قبلی زد کمپانیشو فکر کنم فروخت به دیزنی دیگه انجام نده. بلو اسکای بود اگه اشتباه نکنم، فکر کنم بلو اسکای بود. تریلرشو که دیدم کاراکترها مثل کلاسیکشن، خفنن. تابستون قرار منتشر بشه، تاریخ دقیقش هم دسامبر، فکر کنم تابستون وسطای آخر تابستون میشه 2026. شرک هم که طبق معمول قرار ژوئن 2027 منتشر بشه. سال پر انیمیشنی داریم امسال. سال پر انیمیشن خفن. داستان اسباب بازی هم داره میاد. جدی اینو اومده، فکر کنم اومده تو سینما الان. فکر کنم اومده تو سینما، سر صدام زیاد کرده. دقیقاً 3 تا از انیمیشن کلاسیک. اگه تو بودی دوست داشتی که دیگه کدوم از انیمیشن بچگی دوباره ساخته بشه جدیدش؟ من مثلا ماشینا رو دوست داشتم. من خودم مثلا پاندای کنفوکا رو دوست داشتم، چون این قسمت یعنی فیلم آخری که از پاندای کنفوکا اومد اون چیزی نبود که دلم می‌خواست، اون حالت کلاسیک خودش رو نداشت. دوست دارم یه دونه نسخه جدیدتر بیاد ازش با همون حال و هوای کلاسیکی که داشت، خیلی باحال بود. تبلیغات ووک زیاد داشتش، یعنی اصلا دیگه انیمیشن رو کلا خیلی فضاشو عوض کردن. اصلا خیلی این داستان ووک و فلان توی بازی‌ها هم خیلی آسیب زد. لاست اف اس، یوبی سافت یکی از شرکتایی که خیلی ضربه خورد سر این قضیه بود. کدوم بازیش؟ سر اساسین و میریج. آره میریج و شادو اگه اشتباه نکنم. آره شادو کاراکترش زنه کلا. عوض نمیشه مثل میریج. نه من بازی نکردم. بعد کلا قانون ووک خیلی قانون عجیبیه و یه اتفاقی که توی این کمپانی افتاده اینه که اکثرا باید یه درصد خیلی زیادی رو آدمای مثلا خانوما رو استخدام کنن بدون هیچ فیلتر درستی.
و آدمای سیاه‌پوست باید باشن، آدمایی که اون داستان جنسی متفاوتی دارن با هم دیگه باید باشن و فانتزی. هیچ فیلتری واسهشون وجود نداره که آدمایی که کارو بلدن بیان، صرفاً اون ویژگی رو دارن و میان توی اون کمپانی. مثل اینکه قراره این قانون رو بردارن و اگه این اتفاق بیفته خب کمپانی‌های بازی نفسی میکشن، ولی فعلا خیلی اوضاع جالبی نمی‌دونم نیستش. بالا. ولی حالا مثل اینکه رئیس جمهور آمریکا داره سر این قضیه خیلی پافشاری میکنه. آره واقعا. توی شرکت‌ها، توی دولت، مخصوصا تو ارتشش هم این قانون ووکو بتونه برداره از کمپانی بازی سازی، به نظرم یه انقلاب جدیدی میشه. نسل جدید بازی‌ها حداقلش اینجوری که حالا من واقعا دخالتی تو این قضیه نمی‌کنم، نه طرفدارشون میکنم نه هیتشون میکنم. آره. سلیقه است دیگه، یه سری دنبالش میکنن یه سری دنبالش نمیکنن، هر کی میره دنبال یه چیز و من چیزی که برام خیلی مهمه اینه که به سلیقه‌های هم احترام بذاریم. آره این حرفت خیلی درسته، قبول دارم. یعنی اینطوریه که آقا همدیگر هیت نکنیم، مخصوصا کسی که داره از جاش بلند میشه یه کاری شروع بکنه باید حمایتش کرد. ولی یه عقیده دیگه ای دارم، اونم اینه که آقا آدمای دور و بر آدم رفیق، اینطوری نباشه که همش تعریف کنه از آدم، هر چی بخوای انجام بدی فقط تعریف کنه، آره درسته فلان. یس من دورت نباید داشته باشه هیچ وقت. آفرین یادم اون فیلم جیم کری افتادم یس من. اصلا نباید اینطور باشه که هر کاری تو بخوای بکنی اونا برگردن بگن آره اوکی ما هوا تو داریم برو جلو فلان اینا. من به شخص اعتقادم اینه. چرا؟ چون من خودم با رفیقای خودم اینطوریم که بعضی وقتا واقعیتو میگم نه، بعضی وقتا واقعیتو میگم آره. بهشون توضیح میدم. برام مهم نیست شاید ناراحت بشه ناراحت نشه، ولی واقعیت یه چیز دیگه است تا اینکه بخوای الکی حمایتش کنی. تو دخترام زیادتره. وارد اون قضیه نشیم به نظرم. جداش نکنیم. آره. همون بازی اخبار دیگه ای نداری از بابت بازی مثلا بگی چی به چی شده؟ نه یه تجربه جدیدی داشتم، یه بازی قدیمی رو داشتم بازی می‌کردم، دارک سولز 1. حالا ما تو ایران خیلی سولز پلیر داریم و آره خیلی من خودم ولی به شخصه بازی نکردم. آره و یه چیز خیلی جالبی که این بازی سولز داشتم اون سری بهش فکر می‌کردم این بودش که ما توی